میکنیم بخیر. من خب برنامه دارم در روزایی منتظرش باشین. از چنل کابلیار ببینین. چرا عکس موندی؟ اما تو عکس بعد از مریضیم بود. البته که جور شده شکر. روز بخیر جانم. از ما روز نیست، شب است. سلام، خوب هستی جانم؟ علیکم سلام، تشکر. زنده باشین. شما خوب هستین؟ حال تو کجا هستی؟ یک جایی بودم فعلا. کجا فرق کردیم؟ من فرار نکردم، رفته بودم با خاطر که کم مریض بودم، دوباره پس آمدیم. سلام آسنات، خوبی؟ علیکم سلام، تشکر. اجمل شما چطور شد؟ آزاد شد یعنی؟ نخیلی خبر ندارم از اجمل جان. شون دقیق آزان است خبر شاید که امروز به خاطر کمی به نظر میشه کسبشون باز نزدیکی که میشه اموایی که گناهشون کم میباشه اعلام میکنه. امروز ماشم چقدر زندانی را اعلام کرده بود دیگه. کاش که در بین زنان اجمل جانشون بخیر باشه. دیگه خبر ندارم دقیق. ما نبودم دیگه، خانه آمدم درست نمیفهم. تلفنشون هم خب پشتشان نیست. ایت فکر اجمل نیستی اصلا. چطور کنم؟ گریه کردم، هرچی کردم نشد دیگه. مریض شدم، خود از بین ببرم نمیشه دیگه. یکی از دست رفت نمیشه که ما خود از دست بتم. اصلا کجا هستی؟ در کابل هستی؟ واقعیت عالی هستی، تشکر. زنده باشی. ارسلان خوبی؟ تشکر. سلام ارسلان جان، خوب تشکر. زنده باشین. شما خوب هستین؟ بله لایامین. تو چطور؟ خبر ند که جنگی هستین؟ نه خدا نکنه چور جنگی باشیم. خب وقتی موبایل کس پیشش نباشه آنلاین نشه از چی خبر شدی؟ 40 تا مسیج کردیم، 40 دانه یا 1000 دانه زیاتر مسیج کردیم، هیچ کدام از تو جواب سینج دادم و جواب دادن نشد دیگه. چی رقم پیدا کنم کسی خیر دیگه نمیشه. ما یک بچه که یک کار کردن نمیتونه، یک دختر خوبی یک کار کردن نمیتونه در این زمان. سلام نفسم، خوب هستی؟ کجا بودی؟ تشکر. زنده باشی. مریجه کجاست؟ پاکستان هستن به نظرم، خبر ندارم. درست؟ سلام ارسلان جان. از یک چیز خبری ما عشقت هستم، عاشقم هستی. خب تبریکت باشه. نه خدا نکنه آزاد میشن. زیاد دوست دارم. تشکر جانم، مام زیاد دوست دارم. شب بخیر مدل زیبای ما. تشکر. شب شما بخیر. هنوز نه دیگه شب شروع شدم. من دیگه نمیتونم تو چی گپ بزنم، از میانه گپ میزنم. هنوز دیگه نه شب شروع شده جانم. دیگه نکن که شب خوش چطور چیکار. هنوز سر شب است، بخاطر که شبید است. یکم خوش بگذرونیم دیگه. چی کنی در افغانستان خیلی چیزا مونده. یکم که فامیلم نشینی، قصه نکنی، چند قصه تا تیر نکنی، خود به خدای میموری. آرسنال غلام سخی خوب است؟ والا شکر خوب است. خبر ندارم مونا پیش ادریس شان است دیگه. ادریس مسیج ما جواب نمیده. ما مسیج کرده بودم امرشان، اما مسیج ما جواب ندادن. سلام آرسنال بالا بیا شهر ترکیه نشون بدم. تشکر. زنده باشی. سخی که آزاد شوه رو پیش خود نگاه نمیکنین. ما میخوایم پیش خود نگاه کنیم. هر کدام ما با مو ادریس مسیج میکنیم، ادریس شان جواب ما نمیده. با مو صفحه واتساپ شون مسیج میکنیم، شمارهشون زنگ میزنیم. اگر جواب میتم میگم ما اون نفر نیستم. غلام سخی و منیژه کجاست؟ غلام سخی پیش ادریس است و منیژه شان پاکستان. آرسنال با من ازدواج میکنی؟ نه خیلی ایتو گپار نزنین در لایف. بعد از اینجا یکم یاد بگیرین که در لایف که میرین در لایف مردم چی رقم گپ بزنین. اینجا جای خواستگاری نیست جانم. شما باشه آرسنال جان. تشکر. زنده باشی. خود زنگ بزن برش. زیاد زنگ زدم برش، زیاد زنگ زدم. ازم یار نمبر زنگ زدم وقتی که برش گفتم که ما آرسنال هستم، میخوام امروز غلام سخی گپ بزنم یا ما میخوایم غلام سخی رو ببینم. گفتن غلام سخی نیست، گفت هیچ مو نفر نیستیم. بخی شماره مرا دیگه چوکی نکردن زنگ آوی مرا دیگه. در واتساپ شون مسیج موندم، مسیج کسی جواب نداد. حتی سین نکردن دیگه. چه خواستم ما پیدا کنم یک نفر. خوش است. راستی سوال اجمل جان آزاد شده؟ خیلی گفتم آزاد نشدم. ما ان شاء الله امروز کسایی که آزاد شده بودن و مو زندانیا هم در بین از مو اجمل جان و امید جان و ویجان باشه. خیلی جنگی هستیم سری قضیه جنگ کردین حتما. نه خیلی چون جنگی باشیم شما خوش میشه. و تیم یعنی همکارای ما بودن، در تیمشون بودم. گرچه ما یک ماه پیش همی تیمشون ایلا کرده بودم. بجمل جان گفته بودم مسیجا پیش مستکمی آخرین برنامه که داشتیم
من میخواستم برنامه خدافزی هم روی اون ثبت کنم، چون من جای دیگه کار میکردم، نمیشه که دو جای کار کنم، یک جای میخواستم کار کنم دیگه. اما برنامه ما ماند که خدافزی نشر شد، من برنامه جور کردم دیگه، امروز اونا دیگه آنلاین قسم شده که هرچی باشن باز من کار هستم و بعدشان هیچ وقتش کسی نیست و ما دیگه نمیتونم بعدشان. خودت خیلی کجاست؟ چند وقت پیش در استریم مانده بودی؟ خداحافظ. خب فعلا کابل آمدیم، من قدر گفتم دیگه پیش از این نبودم، کم مریض بودم، رفتم تداوی کردم، دوباره پس کابل آمدم، شایدم که بعد از این دوباره بودم. دوست دارم ماسنا جان، تشکر، زنده باشی. کوین مروم هم دوست دارم. بالا بیا بالا بیگا اید است، رسم و رواج طورها همشون. بیگا چی است؟ برای کی توفا آورده بود از پاکستان؟ چه دوستا زیاد است. جانم هستی، تشکر، زنده باشی. بلد چی بگویم شما دیگه، صدات خیلی خوب است، نفس. تشکر، زنده باشی. بلد دیگه خوب شدم پیش از این دو هفته بسیار زیاد مریض بودم، یک رقم میشیشم کم مکروبی شده بود، باز برم کنول سیرم اینی چیزا دادن، شکرانه جور شدیم 90%. راست میگی ارسنال جان. بله از دست ادریس شکایت کنم، نه شکایت کردن نمیتونم، ما حق شکایت نداریم، چون آل خودتان میفهمین هر کس از غلام سخی جان به خاطر میگی که سرش پیسه جمع کنن، سرش شاهد کنن، او را میگیرن در تیم خود، هیچ کس به خاطر از اینکه تداویش کنه نمیگیره، هر کس به خاطر مطلب او را میگیره در تیم خود یا در چینل خود، او را امرای خود میگیرن. اگر کس او را واقعا دوست داره به خوبیش است باید او را برن تداویش کنه. اولش هم ادریس جان ما سر چی کس که نمی منم میفهم مسئول ما جواب نمیده، زنگای ما جواب نمیده، ایجاد نظر خود میاد نه کدام چینل یوتیوب مشهور است، نه دیگه غیر خدریش خند جور کرده برن کلان آدما. بعد من که یک مریض است رفته از زندان ماشم گرفتهش، از شفاخانه گرفتهش، از کجا آوردش به چینل خود، او سرش بزور گپ زدم میره، او چه پس بزور میگم اینی گپ بزن. خب می آدم میفهمه غلام سخی امرای اجمال راحت بودم، رای ما راحت بودم، هر کس رقم نیست. هر برنامه‌ش ما میبینیم جگر خون میشیم، چون بزور سر از گاز زدم میره، میگه این چیزا بگو وام میگه بیچاره. ادریس خودش از غلام سخی که مریض است، ولی اون چیز گفتن نمیتونم کارشون خوشایند نیست، چون برنامه‌شو میبینیم که سرش بزور گفتن میره اینی گپ بزن. اجمل که بوده که برش به خوبی میفهمن که غلام سخی جان این تو بگو یا انت یگان 20 دفعه برش چیز تکرار میکنه، یکی یک دفعه دو دفعه تکرار میکنه، یک رقم ایز دیگه بزور، چون زحمت زیاد کشیده اجمل جان برای غلام سخی جان. بله دیگه به خدا در زمانه خوبی هم کنید بلا مفتی. آقای اجمل از غلام سخی استفاده نمیکرد، نه خیلی استفاده نکرده، هیچ کس پیدا نمیشد که سرک جمعش کنه، اونو مو آدم سرک جمعش کرد تا اینجا رساندنش. به خاطر پیسه غلام سخی بیچاره را گرفتن، هر کس گرفته دیگه خداوند از شما باز پرسان میکنه. میتونین خانه سخی جان برین ناصر جان؟ من خانه شان رفتم، من چند روز پیش وانه بودن خانه دیگه، خانه نبود، مادرش با مادرشم زنگ میزنم جواب من نمیده دیگه، بیخی کلشون با این مادر غلام سخی که به نظر بسیار زن چی است، پیسه خور است، پیسه خوش داره از اولاد کنه، باید تداویش کنه. مادرش از یک مادر چطور تو بی مسئولیت میباشه به خاطر پیسه اولاد خود فشار یوتیوبر میمونه که سرش مردم بهش خندی کنه، او خیلی جور کرده برن، باید فکر بگیره. اما خواستم امروز گپ بزنم، با ما میزنگ مجاب دادن دیگه، پشت خانهشون رفتم، خانهشون دیدیم اما نبودن در خانه اونا دیگه. اجمل حقیقی کجاست؟ هیچ درکش نیست، کل دنیا خبر داره، تو خبر نداری؟ نداری مشکل نیست، هیچ نفهم بهتر است. چند میزی چرا مانده از غلام سخی و چیز دیگه استفاده کنه؟ حالا ما چی کنیم؟ وقتی که زنگ مجاب نمیتونم، من خانه ادریس دیدیم، من دفتر ادریس دیدیم که من برم پشت غلام سخی کش بیارمش، یا دیگه اون فامیل غلام سخی اجازه نمیده، اونم خوش داره پیسه اولاد خود به مردم میتونه، میگه برو هر چی میتونی بگیریش. این لایف آمدم دیگه، خواستم صدا رو بکشم چند تا لایف بیایم توبه همیجا نمیشنوی صدا به نظرم. خانه سخی جان بریم بدنش، خانهشان نیست، پیش ادریس زندگی میکنه فعلا.
دوست خواهش میکنم میدونست معلومات نکنید میخواد برای فرانسوی کمک کنه. نه خیلی او کمک نیست، کمکی است که از بر تداویش کنه غمش بخوره. این کمک است که بیاید در برنامه بیاید ریشخند جوش کنه بره سرش بزرگ گرد زده برای این. من کمک نمیگم کمک است. سلام سنا جان، خودت خوب هستی؟ انشاءالله در کجایی که اصلی جور صحت نباشید. تشکر، زنده باشین. شما خوب هستین؟ آرسنال چند ساله هستی؟ من 20 ساله هستم. 21 میشم. دوستی آرسنال جان تو چند ساله هستی؟ 20 ساله هستم. خودت با کدام چینل کار میکنی جان؟ با چینل یوتیوب کابلیار کار میکنم. اونجا هم افما میشه که کار میکنم. چینل اجمل جانم کار میکنم. ما تصمیم داشتم چینل اجمل جان ایلا کنم دیگه. اینجا به خاطر که نفر زیاد بودم کارا بهم نام خدا دو چینل دیگه کسی نبود. اونجا مجبور بودم که کار کنم و اونجا دیگه فعلا کار میکنم. یک ماه میشه اونجا هیچ برنامه نداشتم. دوباره آمدم بعد از این میشه برنامه میداشته باشم. از جمع تفید کنین برنامه نه. تو چه خبری تربیه هستی؟ وقتی کنم نت یک چیز سیبتی. سلام انگیم ملا تو دپا خلاص شد. من انگی کسی نیستم بخواه یک کس که خوبی که دیگه انگه گفته نمیشن. انسانیت های کم یاد بگیرین. ضرور نیست که وقت پشت یک مریض پشت یک دختر جوان گپ جور کنین. تشکر، زنده باشی جانم. عید خود شما مبارک باشه. کجایی بعید میمانه به خدا. امروز تو سر کار فرصت دو تا فرصت یک کمپیوتر پیدا نمیشه. براستی نامزد شده بود اجمل کت منیجر نخینه فقط کمره مخفی بوده که دیگه نامزد نشدن. پیش از پیش تبریک باشد. تشکر جانم به شما چنان. حالا چرا زورتان میده که یکی دیگه گرفتش؟ نه ما زور نمیتم. من اصلا زور نمیتم. من اصلا میفهم اونم آدم جور شم. هیچ مقصدی نیست بدید چنل یوتیوب نباشم. کدام مرد پیدا میشه اون کمک کنه جورش کنه زندگی بخواد بسازه. فقط دیگه چنل یوتیوب دو چنل یوتیوب کلی سرش خندی که بر تیک تاکش برنامه داره آدم است. پشت تصویر نگه عبید و امید آزاد شدن. نخینه من نمبرای هر کدامش روزانه 20 دفعه زنگ میزنم. نمبرها خاموش است. در واتساپ آنلاین میشم ماش میکنم میفهم که پیشکی است تلفنا مسیجاش سین میشم و دوباره جواب دادن نمیشه. از ایران 20 نمبر ما مسیج کردیم کسی جواب نداده. زورت میده که توی دفعه مقبول نیستی. خود شما جنگ نکنین بچه دخترها در لایف جنگ نکنین. خوب نیست باز بریم مشکل شخص کنن در شخصی حل کنین. ضرور نیست که بیاین اینجا خدا با مردم نشان بدین. آرسنال خیلی شجاعی. زنده باد دخترهای وطنم. تشکر، زنده باشی. یک ذره آرامتر گپ بزن دختر. حالا میرقم زبانم از جیه. تو چرا فرار کردی؟ من فرار نکردم. من مریض بودم. تو خبر داشتی که من چی کرده بود؟ گپ ناک نزن وقتی کسی رو نمیشناسی. چند ساله هستی؟ یک بار گفتم جیگر که 20 ساله هستم. 21 ساله میشم. کس پیسش هم نخورده بیعقل. تو غلام سخیری یکی خانه تا نگاه کن دیونه تا میکنه یا نمیکنه. او را هر کس نگاه کردن نمیتونه. کار سخت است. شما اشتکر نگاه کردن نمیتونین. او یک آدم که تکلیف روانی داره نگاه میکرد باز میفهمین از دل که میایین. گپ نکن پشتش نزنین. تو بیاز چی هستیم و شما را آدم ها را هیچ تحویلم نمیگیرم. چلو جان تو میز ظلف مثلا نگرد میزنی سر ادریس عریضه کنیم. نه چون تو کارات کنیم وقت با خوبی گپ بفهم ضرور نیست سرش عریضه کنیم. ما یخ نداریم چون خودش رفت او را از حوزه کشید. او را خودش گرفت. میار چنل یوتیوب در پشت حوزه بودن پایلش کرده بودن که غلام سخی کمی خلاص شوه یا که داخل برن امور بگیرن بکشن. باز غلام سخی در شفخانه بستر شده بودن. امارات اسلامی به نظر من میره بستر کرده بودن. اونا مور رفتن شفخانه کشیدن. تو با خدایا از کتکالا شفخانه آوردنش مقصد گرفتنش دیگه. نخیر اینا محسونات هست چون غلام سخی جان آرسنال میگه و دوستا که یعنی برنامه مخوش دارن علاقمند هستن به نام آرسنال میشناسن و نام اینستاگرام آرسنال است. مشکل تو چی از با اینستاگرامه؟ من مؤدب هستم جیگرم. امرنگ خب امرنگ هر کس مثل خودش گپ میزنم. خوشم نمیاد کتبت من خوب گپ بزنم. کتبت امرنگش کتو خوبم امرنگش به زور بگی غلام سخی رو بیخی تنم سوق برش بیچاره رو سرش تو وقت میکنن. میفهم وقت میکنن. خال اونم بار من نشانیشو ندارم. کس نشانیشو نداره من پشتش برم دیگه. اون پاسپورت نداره. این جنجال قرار است که ما یک جای روان کنیم
این پاسپورت گرفتنم در این زمان به خدا قار خدا سو چه رقم بری بگیری یک ماه بتی 3 ماه دیگه پشت دروازه وای تا برای پاسپورت بگیری. باش از من ثبت نام کرده بود به نظرم چی میگن دیگه کرده بود ثبت نام به خاطر پاسپورتش داخلمون ریاست پاسپورت دیگه شاید تا پاسپورتش جور شده باشه خودم میفهمم میگم این کار بچه هست من کجا برم پشت پاسپورت بگردم. نه خیلی تمامش دروغ است. اصلا خود هم میفهمی چی میگی. بله ها میفهمم. خب نصیحت نکو کلم سخیره تمام میگه که نه حال در بندش چطور شد حسابش ولی دیگه تا فیلن معلوم است که از اونا ولی چرا دروغ میده یک برنامه 23 ساله ولی چی ضرورت دارم دختر این چیز دیگه ضرورت ندارم مال 23 ساله چرا باشم میگه عکس تسکریم استوری کنم زیاد که با تشویش هستی 20 ساله هستم 21 ساله میشم به تو چی شکل چی هست اما هنگی کنیم که بخیرش تک شروع کنیم بکی خب دیگه ولی چی بگم اجمل جان آزاد نشده نه خیلی جان آزاد نشده دیگه تمامتون دعا کنین که بخیر به خوبی آزاد شد اجمل جانشان دیگه این شوید است که بخدا سخت است که هر اولاد که از فامیل خود جدا باشه دور باشه و ای که یک ماه شده مادرشان نگده ای شویدشان برشان زار تیر میشه سرشان اما بیچاره رو پس بگیرین خال من میخوایم بگیرم شما کمکم کنین من چی رقم رو بگیرم خانهشون رو ندیدیم دفترشون رو ندیدیم چی رقم برم مادرم بگیرم مرگ بر آرسنال مرگ بر خود تو دلایف آدمی ها یکم احترام کو بیاقل آرسنال چه میزه تو بعد تو خدا بکش خیره نه من نمیکشم مادر خلم سخی که پجملشون زیاد شکنجه شده اولا مده ای باری که پا نمیفهمم قضاوتم نمیکنم نمیفهمم چی بگم دیگه از من سوال سخت نکنین چون من کار ندارم و یکی دیگه هم سر ما چیزا می نرسین